باید بگم من به زیبایی ظاهر یا زشتی ظاهر اینا هیچ اعتقادی ندارم. بازیگرانی هستن که فکر کنن خب من اینطوری تو فیلم بشینم، اینطوری تو صحنه بشم چون زیباتره. به نظر من اصلا معنی نداره. زیبایی نقش از درون میاد و اونه که تعیین میکنه و زیبایی در یک قدرت درونی وجود داره، نه یک نمای بیرونی. متاسفانه خیلیات الان بگیم در سینما بخوایم بگیم به زیبایی صورت به شکل یک استانداردی که من نمیدونم از کجا اومده و اصولا استانداردش یعنی چی، به زیبایی صورت یک اهمیتی میدن. فرض چشم ها باید این حالت رو داشته باشه، فرض مثلا بینی باید کوچیک باشه یا گونه ها برجسته باشه. اینها همه ظواهر امره. زیباترین چشم و ابرو و بینی و گونه و اینا بیشتر از 3-4 دقیقه روی پرده دوام نداره اگه بازیگر تماشاگر رو نگیره.